هستم. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. سلسله برنامه‌های ما که در تمام شهرها مثلا می‌گردیم و چی میگیم ادامه دارد و امروز نوبتی یکی از شهرهای خوب و زیبا دیدنی فرانسه میباشد، شهر نیم. و چون چی میدانید در پشت سر ما که میبینید یکی از ساختمان‌های زمانوی موزه است که در آنجا آثارخانه این شهر به حساب می‌رود و در طرف دست چپ من اگر ببینید دوستان عزیز ساختمان قدیمی است با نام آرینا. چون چی بیشتر گفتیم آرینا که از ساختمان‌های قدیمی شهر نیم باشه که در اینجا چندین فیلم‌ها نمی‌فهم مسابقه‌های متداری و مثلا ثبت شدگی گذراندگیان و نصیب باشه ما میریم درونی همین زدن اگر اجازه بدن و میریم داخلش هم بحر شما نوار میکشیم. دیگه با ما باشید بریم با هم تماشا کنیم شهر زیبای نیم رو. رفتیم خانه‌ها روی ساختمان‌ها روی در تمام فرانسه هم خیلی شکل خانه‌های سکنجه زیاد دیده میشود. اصلا ترادیسیه که این انانه از شهر مادرید اسپانیا آمده به فرانسه را و در فرانسه که همیشه صنعت خیلی پیش بردگی و در تمام شهرهای فرانسه همچنین ساختمان زیاد دیده می شود. یعنی اوگلاوی میگیم خیلی چی میگیم اما در اینجا سکنجا واره هم خیلی یک ساختمان ها هست. این که از دیگر کوچه های شهر نیم. هنوز هم سیر و گشت ما در شهر نیمی فرانسه ادامه دارد. ما در یکی از کوچه های دیگری شهر نیم قرار داریم و میریم طرف سنتر شهر ببینیم که در این شهر چی چیزا هست برای تماشا بحر شما. انشالله ما بنوار میکشیم. دوستان گفتن اما خیلی هوا گرمه 38 تا 40 درجه گرم ده. ساعت فعلا نه چند هفته نیمی بگه های باور میکنین اینقدر گرمه. افتابه بیچ خیلی تیزه. زود برمیگردیم با ما باشید. روگشت ما در شهر ادامه دارد و ما هم فعلا قرار داریم در یکی از خیابان‌های دیگر این شهر. هنوز هم در مرکز نرسیدیم، میریم طرفی مرکز. چنانچه گفتیم دوستان خیلی هوا گرم است. شهر نیم اونا گفتن ما دوستان در جنوب فرانسه قرار دارد، یکی از شهرهای خیلی زیبا و دیدنی و توریستی. دیگه خیابان ها و کوچه های شهر نیم دوستان بخشش زیاد چنانچه گفته بودم چند بخشید که کسالی گریپ از ما را وای نکیس است. خب این هم دیگه ساختمان ها و کاتدرال یا که سواری همون شهر. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه های شهر نیم و نگفتن همون شهر نیم یکی از شهرهای به حساب دیدنی توریستی فرانسه به حساب میره. تقریبا در داخل شهر تخمین میزنه مثلا در بعضی سایت ها نشون میده که 160 تا 180 هزار اهالی داره، در بعضی سایت ها تا 200 هزار اهالی داره این شهر. خیلی شهر کلان آمده است و جاهای دیدنی زیبا خیلی زیاد داشته است و در اینجا یکی از ساختمان های قدیمی که آریناش میگن آرینا یا با گفتی خودمان اما چی میگن لدنی کینوتئاتر یا نه چی میگن آمفی‌تئاتر که خودمون میگن مثل همون واره بده در وقتش در اینجا گلادیاتورها جنگ میداخته مثلا منام در امی آرینا که در شهر نیم قرار داره. اگر وقت شد فرصت شد انشالله میریم برای چون ما در شهر ترانزیتی هم دیگه طرفا رفتیم دیگه نمیدونم که وقت هست نیست. انشالله کوشش میکنیم بریم با ما باشید. و نگفتن هم دوستان عزیز چندین فیلم هایی که در فرانسه ثبت شده است محض در همین آرینا شهر نیم به نوار گرفته شده است و چندین فیلم های خیلی هم آوازدار در اینجا ثبت شده از جمله فیلم های تاریخی. خب بریم دیگه طرف های شهر. دوستان عزیز این هم یکی از کلیساهای یا کاتدرال یا چی میگن سواری شهر نیم خیلی هم قدیمی است از نمود ظاهری ساختمان معلومه و ما میریم دیگه طرف
دوستان عزیز ما از پشت امو آرین گفتگی گذشته شدیم و نصیب باشه ما اونجا پارکینگ بیایم میمونیم ماشینا و میایم تماشا و نمیفهم بگه های خدا کنه که هوی باشه ما را بمونن درون مدنی اینا ببینید دوستان عزیز این امو آرین گفتیم انا میای خیلی کلان هم است خیلی قدیمی هم به حساب میروه و خدا کنه که ما پارکینگ بیایم و این ساختمان دیگر را ببینید خیلی ساختمان مدرن زمانوی خیلی جالب و دیدنی و این ترانسپورت شهری نیمه باشد اتوبوس های شهری نیم ساختمان ببینید خیلی ساختمان زیبا ساخته شده است ارکیتکتورش گپ نیست ای بچه‌ها که دوستان عزیز این هم صحن بیرونی یا که ساختمان های روبروی ساختمان آرینا جایگیر شده است این هم مرکز شهری نیم نه مرکز هم نیست یکی از مرکز های شهری نیم های این طرف هم چونچه دید رستوران و نمیفهم بوفت و بوتیک ها و دیگر و دیگر شده با ما بیمونید دوستان عزیز این یک چیز دیگر رو بینید در بالا این خیلی عربا و رالیکا وای کایسان به خاطر کدام کینوی آماده کن کینو ضبط میکنن و در اینجا باتوتی موندگیه مردم گفتی گپا هنرنمایی دارن این ببینید خیلی رستوران هم میکنن نمیاره بعد در کینو سیمکا میکنن ببینید خیلی مردم هم اینجا جمع آمدگه دوستان عزیز خیلی ساختمان کلان بوده است خیلی آرینا چی بوده مثل استادیون بوده ببین هر یک چیز درآمدگاه داشت از بخودش و هر سمتی جنوب و شرق و غرب و نمیفهمم چیزا مثل استادیون بوده دوستان عزیز متاسفانه ما درآمده نتونستیم چون در اینجا قدم که نصیب مثلا اینجا زاینت کدگی اجازه نیست و فیلم برداری رفته است و نصیب باشه ما با فردا هم اگر وقت یافتیم میایم چون داخلش خیلی جالب به نظر میرسه و این طرف هم اکروباتیک ها کار کردن کدام فیلم خیلی فیلم قدیمی است که این مردم تمام چیو کار کردن این را ببینید این تمامی همو نوش و نعمت های دوره همو قدیمی که در همه شهر نیم جمع آوری شده است و بنابراین شده و اون عربه را ببینید عربه همو چی از ببینیم مرکز دیگه